سلام دوباره خدمت شما گوگلی مگولیایی توی خونه دیگه. امتحان نهاییاتون رو دادین، کنکورتون هم دادین، دیگه تبدیل شدین به چی؟ یه دانشجو. تبریک میگم بهتون. اما خب دمتون گرم که اومدین حل تشریح کنکور 450 ببینید و من با حل سوالات حسابان در خدمت شما. برید بقیه مدرسامون هم نگاه کنید، بقیه دروس هم حل کردن، حل خفنی هم براتون گذاشتن، برا من البته خفن تره. خب بریم که داشته باشیم. سوال اول از ما این عبارت رو میخواد، بعد میگه که به ازای این ایکس سوال چجوریه؟ متوسطه. چرا متوسطه؟ چون وقت گیره. خب آیا چیز کلیدی براش میخوام؟ آره، این اتحاد. اگه این اتحاد رو بلد باشم ردش کردم رفته. چجوری؟ خب من اول از همه میام میگم که صورت من که این عبارت هستش شبیه این اتحاد است. خب میگم که مثلا آی من باشه x، بی من باشه چی؟ رادیکال 2. خب اوکی، همه جملات میخونه به جز آخری که منفی یکه. من باید قاعدتا اینجا منفی چی داشته باشم؟ منفی 8، یعنی در اصل منفی رادیکال 8 برجه 3 که میشه همون منفی 2. خب میام چیکار میکنم؟ یه دونه منفی 2 مثبت 2 به عبارت اضافه میکنم و در نهایت اینو برام میسازه. خب یه دونه منفی 2 اضافه کنم، اتحادمو میسازم، یه مثبت 2 اضافه کنم، منفی 1 به علاوه 2 میشه 1. خب این از صورتم. مخرج رو چیکار میکنم؟ مخرجم دقیقاً عین همونه، اما چی کم داره؟ یه دونه منفی 3 کم داره. خب من بنابراین میام یه منفی 3 بهش اضافه میکنم، یه دونه منفی 3 ازش کم میکنم، اتحادمو میسازم. این شد صورت من، اینم شد مخرج من. خب دیگه چیز عبارتمو میسازم در حقیقت. بعد از اینکه عبارتمو ساختم، ایکس همو جایگذاری میکنم توی صورت که اون رادیکال 2 فرج 3 میپره، توی مخرجم که رادیکال 3 فرج 3 میپره. در نهایت عبارتمو ساده سازی کنم، 8 به دست میاد. گزینه 4 به همین راحتی. فقط میگم وقت گیر بودنش باعث شد این تست سطحش متوسط بشه. بریم تست بعدی. خب تست دو. این الگو رو به ما داده، جملات چهارم و هفتم و نهم. الگو هم خطیه. میگه چند تا از این الگو مثبته. خب سطح سوال چجوریه؟ ساده است. چیز کلیدی میخوام؟ آره، همین فرمول دنباله خطی رو من بلد باشم یا همون دنباله حسابی رو بلد باشم کار جمعه. میگم که اینا جملات منه، تی 4 و تی 7 و تی 9. اوکی. خب بعد از طرفی من میدونم که اختلاف دو تا جمله متوالی در حقیقت میشه همون قدر نسبت من. حالا اگه یکی در میون باشه میشه دو تا قدر نسبت من، دو تا در میون باشه میشه سه تا قدر نسبت من، ان تا در میون باشه میشه ان تا قدر نسبت من. خب بنابراین تی 9 منهای تی 7 دو تا جمله فاصله داره، میشه 2 دی مساوی 2 دیه. تی 7 منهای تی 4 سه تا جمله فاصله داره، میشه 3 دی. خب اوکی، حالا میام اینا رو درش جایگذاری میکنم. این رابطه رو به من میده که دی مساوی آی منهای 15 دومه برای بالایی، یعنی تی 9 منهای تی 7 اینو به من میده. برای پایینی تی 7 منهای تی 4 به من دیمو میده 3 منهای آ. خب اوکی، دو تا دی به دست آوردم، اینا رو مساوی قرار میدم. آی من به دست میاد 7، بعد از اینکه آ رو به دست آوردم جایگذاری کنم، دی من به دست میاد منفی 4. خب بنابراین من میام جمله‌مو میسازم که تی ان میشه تی 7 به علاوه ان منهای 7 دی. مگه نبود تی ان مساوی تی 0 به علاوه ان دی؟ چرا؟ من میام فقط یه جایگذاری ساده انجام میدم. یعنی چی؟ من میگم که البته بگم اینو با تی 4 و تی 9 هم میتونی انجام بدی یا هیچ فرقی نداره. من با تی 7 راحت بودم. میگم که تی 7 هستش همون تی 0 به علاوه 7 دی. خب حالا من تی 0 رو یه طرف نگه می‌دارم، این 7 دی رو میبرم اون طرف. میگم که تی 0 میشه تی 7 منهای 7 دی. خب حالا میام این تی 0 رو توی اینجا جایگذاری میکنم و این عبارت رو به من میده. خب حالا میرم دیگه فقط جایگذاریامو انجام میدم. میگم که تی ان من میشه 39 منهای 4 ان. خب این شد دنباله حسابی من. حالا میگه که چند تا از این جمله هاش مثبته. واسه شما چشمی هم نگاه کنی، جای این 10 بذاری چی میشه؟ میشه منفی 1. یعنی 39 منهای 40 میشه منفی 1. خب بنابراین جملات قبلیش همش مثبت بوده. n از 0 تا 9 جملات مثبت رو من میداده، بنابراین گزینه 2 میشه به همین راحتی. بریم تست بعدی. به ازای چند مقدار از آ معادل درجه دوم فلان داره یک ریشه مضاعفه. این سوال متوسطه. چرا؟ چون وقتگیره. خب رابطه مهمی باید بلد باشم؟ نه، فقط همون دلتا. دلتا مساوی بی به توان 2 منهای 4 آسی. خب حالا چیکار میکنم؟ میام اول یه ذره جمله‌مو درست حسابی میکنم. یعنی اینایی که مثلا توان 2 داره رو باز میکنم و اونایی که ایکس داره رو فاکتور میگیرم و ایکس داره رو مثلا فاکتور میگیرم، عدد ثابت هم بمونه، این رابطه به دست میاد. خب حالا از طرفی برای اینکه معادله من درجه 2 بمونه، این عبارت نباید صفر شه. به همین خاطر آی من مخالف منفی دومه. قبول تا اینجای کار؟ اوکی. بعدش میگم که چی؟ دلتای من باید مساوی صفر باشه. چرا؟ چون من ریشه مضاعف میخوام. ریشه مضاعف در حالت دلتای مساوی صفر اتفاق میفته. خب بی 2 منهای 4 آسی هم حساب کنی و ساده سازی کنی و از این حرفا به این عبارت میرسی که 2 آ به توان 2 منهای 17 آ و مساوی صفر بشه. دو تا ریشه بهت میده، یکی آ مساوی 17 دوم، یکی هم آ مساوی صفر. خب اوکی، آیا دو تا از این دوتا کسی با این تداخل داره؟ نه، نداره. هیچ کدوم مساویه یه دو منفی یه دوم نیستش. بنابراین هر دوتای این ریشه ها درسته. به همین خاطر به ازای دوتا مقدارش گزینه 2. بریم تست بعدی.
اگر آلفا و بتا دو عدد حقیقی و متمایز باشد به طوری که توی این دو تا مدل ست کنه، مقدار آلفا به توان 5 علاوه بتا به توان 5 کدومه؟ خب یه ذره سخته. چرا؟ چون خیلی وقت گیره. دو تا فرمولی که باید بلد باشم چیه؟ یه دونه S مساوی منفی بی اوم و P مساوی سی اوم. خب اینا چیه؟ یعنی جمع دو تا ریشه برای یه معادله درجه دو میشه منفی بی اوم و ضربشون میشه سی اوم. خب معادله درجه دو از کجا اومد؟ خب ببینید بچه‌ها، وقتی که آلفا به توان دو مساوی آلفا به علاوه 3 و همون انگار من بتا جاش آوردم و این رابطه برقرار شده، خب این انگار دو تا ریشه از یه معادله درجه دوه که این معادلمه. انگار همین دو تا رو ببرم اون طرف میشه x2 مساوی x علاوه 3. حالا بردمش این طرف x2 منهای x منهای 3 مساوی 0. یعنی آلفا و بتا ریشه های این معادلن. خب اوکی، حالا اس و پیش چی میشه؟ اسش که میشه منفی بی اوم، یعنی منفی منفی 1 بر روی 1 که میشه 1. بعد اونم میشه سی اوم که میشه منفی 3 بر روی 1 که میشه منفی 3. اسوپین به دست اومد. خب حالا این چه ربطی به آلفا 5 علاوه بتا 5 داره؟ میبینی جلوتر. اول میام آلفا 2 علاوه بتا 2 رو حساب میکنم که میشه اس 2 منهای 2 پی، اس و پی رو دارم به دست میاد 7. آلفا 3 علاوه بتا 3 رو حساب میکنم میشه اس 3 منهای 3 اس پی که میشه 10. اوکی، خب آلفا 2 علاوه بتا 2 در حقیقت اینا توانه ها، یعنی آلفا به توان 2 علاوه بتا به توان 2 رو به دست آوردی. آلفا به توان 3 علاوه بتا به توان 3 رو به دست آوردی. اما آلفا به توان 5 علاوه بتا به توان 5 رو چجوری میخوای به دست بیاری؟ این دو تا رو تو هم ضرب میکنم. خب جمله اضافی میده. اون جمله اضافی رو به دست میارم. یعنی چی؟ یعنی ببینید الان ضرب این دوتا میشه آلفا به توان 5 به علاوه بتا به توان 5. این خواسته ماست. به علاوه این دوتا عبارت، خب از این دوتا عبارت یه آلفا و بتا به توان 2 فاکتور بگیرید میشه آلفا بتا به توان 2 در آلفا به علاوه بتا. خب آلفا بتا چیه؟ ضرب دو تا ریشه یعنی پی. آلفا به علاوه بتا چیه؟ جمع دو تا ریشه یعنی اس. خب یعنی من جای این عبارت همون پی به توان 2 بذارم، این پی به توان 2. جای این عبارت هم اس بذارم، کار تموم شد و رفت. این ور عبارت هم که به دست آوردم، این ور عبارت هم که به دست آوردم، یعنی به چی میرسم؟ یعنی 7 ضرب در 10 مساوی آلفا به توان 5 به علاوه بتا به توان 5 ضرب در حقیقت به علاوه منفی اس به توان 2 ضرب در 1. خب در نهایت این رو ساده سازی کنم به دست میاد 61. این تست یه ذره سخت بود چون که ما سریع داریم پیش میریم، اما موقعی که شما میخواین حساب کنید استرس داری، وقت زیاد میگیره و دیگه کار سخت میشه. به هر حال گزینه یک تموم شد و رفت. بریم سوال بعدی. خب میگه نمودار تابع فلان محور x ها رو در دو طرف x مساوی 2 قطع می‌کند. اوکی، یعنی نسبت به این نقطه تقارن داره. اگر حدود تغییرات انبازه فلان باشد مقدار آی به علاوه 2b رو به دست آورید. خب این سوال چجوریه؟ متوسطه. شاید بعضیتون فکر کنید این سوال که باید سخت باشه. ببینید سخته، اما اگه نکتهشو ندارین، این تست نکته داره. نکتهش چیه؟ میگه شرط این که یک عدد بین دو ریشه سهمی باشد، یعنی عدد ما چیه؟ x مساوی 2. سهمی ما چیه؟ y مساوی mx به توان 2 منهای 3x به علاوه 4. اوکی؟ این است که ضریب جمله اول، یعنی این ضریب x به توان 2 یعنی همون m و مقدار تابع در اون نقطه. خب نقطه چیه؟ x مساوی 2. مقدارش چی میشه؟ میشه f2 یا y2 مختلف العلامت باشن. یعنی چی؟ یعنی ضرب این دو تا نقطه، یعنی در حقیقت ضرب m و f2 مختلف العلامت باشن، یکی منفی باشه یکی مثبت باشه. خب یعنی چی؟ یعنی m ضرب در f2 کوچکتر از صفر باشه. حالا f2 یا y2 فرقی نداره، یعنی من 2 رو توی این نقطه بذارم، ضربش کنم توی این m، در حقیقت منظور m 2 رو بیام توی این بذارم، بعد ضرب در mش کنم، اینها در حقیقت ضربشون کوچیک‌تر از صفر باشه. خب میام همین کارو می‌کنم، جایگذاری می‌کنم، میشه m در 4m منهای 2. این 4m منهای 2 جایگذاری 2 توی این رابطه است، کوچیک‌تر از صفره. خب میام تعیین علامت می‌کنم، میشه بازه چی؟ بازه 0 تا 1 دوم. اوکی، من حدود تغییرات بازه رو به دست آوردم، یعنی a 0 b هم 1 دومه. اوکی، بعد از من چی می‌خواد؟ a به علاوه 2b می‌خواد. خب a که 0 2 ضرب در 1 دوم میشه 1. تموم شد و رفت. گزینه 3. بریم تست بعدی. تست بعدی چی میگه؟ خب اوکی، یه ذره قیافش عجیب غریب به نظر میاد، اما سوال متوسطه. فقط یه ذره باید حواست جمع باشه. از چه نظر؟ ببینید اصلا سوال نکته‌ای هم نداره، فرمولی هم لازم نیست بلد باشی. بعد بدونی که این تابع اکیدا نزولیه. چرا؟ چون پایش 1/3 کوچیک‌تر از یک، عین یه سورسور است که از چپ به راست میره پایین. خب اوکی، تابع اکیدا نزولیه. چون تابع اکیدا نزولیه، وارونش هم اکیدا نزولیه. یعنی این اف اینورسی که می‌بینی اکیدا نزولیه. خب بنابراین چون اکیدا نزولیه، وقتی از تابع میخواد بیاد بیرون، این نامساوی جهتش عوض میشه. میدونید که برای یه تابع اکیداً صعودی، یک نامساوی وقتی وارد تابع بشه جهت نامساوی ثابت میمونه، یا ازش خارج بشه جهت نامساوی ثابت میمونه. اما برای یه تابع اکیداً نزولی، وقتی که واخواد وارد تابع بشه یا از تابع بیاد بیرون، جهت نامساوی عوض میشه. خب حالا اف اینورس 6 منهای 2x کوچیک‌تر مساوی اف اینورس 2 منهای x. این تابع اف اینورس اکیداً نزولیه، بنابراین وقتی این دو تا عبارت میخواد بیاد بیرون، جهت نامساوی عوض میشه. 6 منهای 2x بزرگتر مساوی 2 منهای x میشه. اوکی، من اینو حلش کنم چی میده؟ که x کوچیک‌تر مساوی 4. بعدش چی؟ بعد از طرف این من میدونم دامنه تابع وارون من 0 تا بی‌نهایته. خب چرا؟ من میدونم که وقتی یه تابع داشته باشم، یعنی f دامنش میشه چی؟ برد اینورسش.
بردش میشه چی؟ دامنه اینورسش. حالا دامنه این اف اینورس من چیه؟ میشه برد همون تابع اصلی من. خب برد تابع اصلی من چیه؟ از صفر تا بی‌نهایته. دامنه این تابع من از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایته یا کل؟ آره. بردش از صفر تا بی‌نهایته. قیافه تابع رو که یادتونه ان شاءالله. بعدش خب من میگم که چون بردش از صفر تا بی‌نهایته، دامنه این از صفر تا بی‌نهایته. بنابراین ورودی های این تابع هم باید توی این رابطه ست کنن که از صفر به بیشتر باشن، به کمتر نشن. یعنی چی؟ یعنی 6 منهای 2x باید بزرگتر از صفر باشه، این عبارت. 2 منهای x هم باید بزرگتر از صفر باشه. خب حالا اشتراکشون چی میشه؟ x کوچیکتر از 2. خب x کوچیکتر از 2. حالا من چند تا عدد صحیح مثبت دارم؟ حدود x. می‌بینید دنبال حدود x شامل چند عدد صحیح مثبت که ما دنبالشیم؟ صفر که نیستش، منفی هم که نیستن، فقط یه دونه چی میمونه؟ یه دونه یک میمونه، که یعنی من فقط یه دونه عدد صحیح مثبت دارم که توی این حدود x شامل میشه. حواستون باشه عدد صحیح مثبت صفر حساب نمیشه، منفی ها حساب نمیشن، فقط یک. خود دو هم نیستش چون که این کوچیکتر مساوی نیست بلکه کوچیکتره. بنابراین گزینه یک میشه. تموم شد و رفت. بریم تست بعدی. تست شماره 9. قیافش خیلی ترسناکه اما تست ساده ایه. حتی اصلا فرمول هم لازم نیست براش بلد باشم. چرا؟ خب این اول از همه یه رابطه داریم. از ما چی میخواد؟ از ما اینو میخواد. خب من 125 رو میبینم یاد چی میافتم؟ یاد 5 به توان 3 میافتم. یعنی باید یه جوری من این 5 رو پیداش کنم. خب از طرفی هم این رابطه رو دارم. میام از دل این میتونم 5 رو بکشم بیرون. 27 چیه؟ 3 به توان 3. 75 چیه؟ 3 ضرب در 25. 3 ضرب در 25 چیه؟ 3 ضرب در 5 به توان 2. خب میگم که 27 به توان y همون 3 به توان 3 به توان y که میشه 3 به توان 3 y. 75 هم که میشه در حقیقت 75 به توان x میشه 3 ضرب در 5 به توان 2 کلش به توان x. یعنی این قضیه. خب حالا 3 به توان 3 ضرب در 5 به توان 2 کلش به توان x میشه چی؟ میشه 3 به توان x ضرب در 5 به توان 2 به توان x مساوی 3 به توان 3y. تا اینجای کار اوکی. حالا من دنبال چی ام؟ من دنبال 5 ام. سعی می‌کنم 5 رو تنها کنم. حالا این 3 به توان x رو میبرم اون طرف رابطه. بعد حالا توان‌ها در واقع وقتی تقسیم میشه توان‌ها از هم کم میشه. میشه 3y منهای x. حالا میخوام این 5 رو تنهاش کنم، توانش رو بگیرم، طرفین رو به توان 1 بر روی 2x میرسونم. اون وقت چی رو به من میده؟ که 5 میشه 3 به توان 3 منهای x بر روی 2x. اوکی. خب حالا میرم سراغ عبارت خودم. 125 به توان x بر روی 3 منهای x همون 5 به توان 3 به توان x بر روی 3 منهای x که دور هم ضرب میشه 5 به توان 3x بر روی 3 منهای x. اوکی. من حالا چیکار کنم؟ جای 5 این عبارت رو میذارم. حالا چرا؟ چون که با هم دیگه ساده میشه. نگاه کنید الان 3 به توان 3 در حقیقت x با این 2x ساده میشه، x هاش با هم دیگه میره میشه 3 دوم. بعد 3 منهای x هم با این 3 منهای x ساده میشه، بای بای میکنه، در نهایت میمونه 3x بر روی 2x، x هم میره میشه 3 دوم. چرا ساده شد؟ خب ببینید اینا رو من فقط جایگذاری کردم. این عبارت از اینجا آوردم اینجا. خب 3x بر روی 3 منهای x انگار همون رو معکوس کردم. حالا این 2 شده 3 یا 3 شده 2. بنابراین در نهایت میده 3 به توان 3 دوم به من. همه چی با هم دیگه ساده میشه. حالا 3 به توان 3 دوم چیه؟ همون در حقیقت رادیکال 3 به توان 3 که من رادیکال 3 به توان 3 رو میتونم بنویسم چی؟ 3 رادیکال 3. گزینه 4. سوال خیلی راحت بود، فقط قیافش یه ذره ترسناک بود. بریم تست بعدی. خب رسیدیم به یه تست دردآور. از چه نظر؟ این تست واقعا سخت بود. یعنی امیدوارم هر کسی که این تست رو سعی کرده حل کرده باشه به جواب آخر رسیده باشه. ببینید اگه طول یه ضلع مثلثی C و اندازه دو زاویه مجاور آن 60 و 67 باشه، محیط مثلث از ما میخواد. بعد از طرف حالا کوسینوس یه زاویه هم داده. من اول از همه میام این مثلث فرضی رو رسمش کنم. میگم که ببینید بچه‌ها این الان اون ضلع C منه، این BC. من اسم رو خودم گذاشتم یعنی گفتم این A، این C، اینم B. بعد حالا این ضلع رو من فرض کردم همین C که میگه. بعد این زاویه مجاورش یکی 67 یکی هم 60. اوکی. بعد حالا اسمش هم گذاشتم، اینو گذاشتم A، اینو گذاشتم C، اینم گذاشتم B. بعد حالا اومدم یه ارتفاعی هم به این ضلع C خودم رسم کردم. اسم این محل برخورد رو گذاشتم H، این طرف محل برخورد رو گذاشتم X، این طرفش رو گذاشتم C منهای X. چرا؟ چون مجموعش باید بشه C دیگه. X به علاوه C منهای X میشه خود همون C. خب حالا چیکار میکنم؟ میام از این زاویه‌ام استفاده میکنم. میگم که این 60 رو دارم، میبینید تانژانتش چی میشه؟ میشه مقابل به مجاور، میشه AH بر روی X. خب من چرا با AH سر و کار دارم؟ چون که میخوام از این ورم درش بیارم به این رابطه‌ای برسم. اوکی. حالا میگم که AH بر روی X میشه. از طرفی هم کوسینوسش رو حساب میکنم. چرا کوسینوس؟ چون که ببینید بچه‌ها من وقتی دنبال محیطم یعنی باید AB به علاوه BC به علاوه AC رو به دست بیارم. یعنی باید تک تک این اضلاع به دست بیاد. حالا دارم یه ذره راه فرعی میرم. مستقیم اینا رو نمیشه به دست آورد. اول از AH به جلو میرم،
بعد حالا از آ به یکی از اضلاع میرسم. فعلا تا اینجای کار میگم که آبی منم این رابطه رو میسازه. بعد حالا میام چیکار میکنم؟ همین رابطه ها رو جایگذاری میکنم. تانژانت 60 میدونم چقدره، کوسینوس 60 هم میدونم چقدره، یه طرف این وسطه میزنم. آبی میشه 2x، یعنی از این رابطه پایینیه این به دست اومد. بعد از طرفی هم آ میشه x رادیکال 3، از این رابطه بالاییه این به دست اومد. خب این تا اینجای کار. از طرفی کوسینوس 53 رو به من داده چقدر؟ 6 دهم. من میدونم که سینوس به توان 2x علاوه کوسینوس به توان 2x میشه 1. حالا من همین رو میام جایگذاری میکنم برای 53 درجه. بنابراین کوسینوس به توان 2 53 علاوه سینوس به توان 2 53 میشه 1. از این طرف سینوس به توان 2 به دست میاد 8 دهم. خب چرا سینوس مثبت شد؟ بحث ما سر مثلث، توی دایره مثلث دیگه نیستیم. میدونیم که کوسینوسش 6 دهمه، سینوسش هم باید یه عدد مثبتی بشه. بحث سر مثلثه. باز میگم دایره مثلثی نیستش هی بخوای رو به دوم سوم چهارم کنی. توی مثلثیم. بنابراین سینوسش مثبته. بعد حالا از طرف من میام تانژانت 67 درجه رو حساب کنم. چرا؟ گفتم بچا این 60 رو حساب کردیم، با آی سر و کار داریم. حالا میایم سراغ این 67 که این آی رو حساب کنیم. اصلا دیدین چرا ما سینوس 53 رو حساب کردیم؟ چون که تانژانت 53 رو می‌خوایم به دست بیاریم که میشه سینوس 53 به روی کوسینوس 53 که میشه 8 دهم به روی 6 دهم. بعد حالا تانژانتش رو به دست آوردیم، از اون میایم تانژانت 67 درجه رو حساب کنیم. ما که تانژانت 67 بلد نیستیم، اما میدونیم که تانژانت 67 میشه تانژانت 120 منهای 53. از رابطه تفاضل تانژانتی استفاده می‌کنم که میشه تانژانت 120 منهای تانژانت 53 بر روی 1 به علاوه تانژانت 120 تانژانت 53. این همون رابطه است که تانژانت آلفا منهای بتا میشه تانژانت آلفا منهای تانژانت بتا بر روی 1 به علاوه تانژانت آلفا تانژانت بتا. حالا هم تانژانت 120 رو میدونم چقدره، تانژانت 2/3 دیگه جایگذاری می‌کنم. بعد حالا از اون طرف همه اینا رو بذارم سر جاش. تانژانت 67 دست میاد 3 رادیکال 3 به علاوه 4 بر روی 4 رادیکال 3 منهای 3. خب اوکی، از طرفی هم میدونم تانژانت 67 توی این مثلث چیه؟ میشه مقابل به مجاور، یعنی آ بر روی سی منهای x. خیلی هم عالی. حالا میام جای این آ چی میذارم؟ x رادیکال 3 رو میذارم، یه طرف این وسط این میزنم. حالا این سی اچ پریم میگم چی شد رسمش کردیم، جلوتر به کارمون میاد. این رابطه به میرسم. حالا این رابطه رو من ساده سازی کنم، به چی میرسم؟ به x میرسم. x من شد انقدر. خب اصلا این همه حل کردی، x رو به دست آوردی بابت چی بود؟ بابت اینکه آبی من بود 2x. بنابراین این عبارت رو ضرب در دوش کنم، آبی من به دست اومد. خب یکی از ضلعام به دست اومد. بعد میرم سراغ ضلع چی؟ آسی و حالا میخوام به دست بیارم. بعد سی اچ پریم من میام یه دونه ارتفاع دیگه رسم میکنم به ضلع آبی. دوباره میخوام از این زاویه 60 درجه استفاده کنم. اسم اینو میذارم سی اچ پریم، این زاویه که عموده. بعد میگم که سینوس 60 درجه اینجا الان این بی سی وتر منه، این سی اچ پریم ضلع مقابل منه. سینوس 60 درجه میشه سی اچ پریم بر روی بی سی من سیه، یه طرف این وسط میذارم، این رابطه به دست میاد که سی اچ پریم مساوی سی تا سینوس 60. سینوس 60 هم میدونم چقدره، سی اچ پریم میشه 15 رادیکال 3. این که به دست اومد میگم سینوس 53. حالا میرم سراغ این زاویه، میگم سینوس 53 میشه مقابل به وتر. وتر چیه؟ آسیه. مقابل چیه؟ سی اچ پریمه. خب من آسی رو میخوام، سی اچ پریم من به دست آوردم، الان آسی منم به دست میاد 75 رادیکال 3 چهارم. خب دیگه سه تا ضلع من به دست اومد. بی سی چی شد؟ بی سی رو که از اول سوال به ما داده بود سی دیگه، هم آبی رو من به دست آوردم هم آسی رو به دست آوردم. بی سی هم خود سوال به من داده بود. در نهایت محیط مثلث رو حساب میکنم که میشه 45 به علاوه سی رادیکال 3. عجب سوال سختی بود. اینم گزینه 3. تمام. بریم سوال بعدی. خب این سوال چجوریه؟ سوال متوسطه، فقط یه ذره باید حواست رو جمع کنی. میگه اگه کوسینوس آلفا فلان، کوسینوس بتا فلان و انتهای کمان آلفا در ربع اول و انتهای کمان بتا در ربع دوم قرار داشته باشد، انتهای زاویه های آلفا بلا بتا و دو بتا به ترتیب در کدام ربع ها قرار دارن؟ خب بریم که حلش کنیم. اول اصلا من چی باید بلد باشم؟ اتحادهای مثلثاتی، یعنی اتحادا رو بلد باشم، یه ذره حواسم جمع باشه، همه اینا رو راحت به دست میارم. میگه که سینوس آلفا به دست میاد 3 پنجم. چرا؟ خب ببینید من کوسینوس آلفا رو دارم، یک کوسینوس به توان 2 آلفا به علاوه سینوس به توان 2 آلفا میشه 1. بعد از طرفی میام از این رابطه استفاده میکنم، کوسینوس رو که دارم اونم 1 از هم دیگه کمش میکنم، سینوس آلفا به دست میاد مثبت منفی 3 پنجم. بعد انتهای کمان آلفا توی ربع اوله، چون توی ربع اوله سینوسش باید مثبت باشه، بنابراین سینوس آلفا میشه 3 پنجم. بعد از طرفی کوسینوس بتا رو از همین روش استفاده میکنم، حساب میکنم. انتهای کمان بتا هم توی ربع دومه، چون توی ربع دوم هستش، بنابراین سینوسش مثبته، کوسینوسش منفیه. سینوس بتا میشه 5 در حقیقت 13 هم. حالا از من چی رو میخواد؟ انتهای زاویه های آلفا به علاوه بتا و دو بتا. خب من میام چیکار میکنم؟ میام سینوس آلفا به علاوه بتا و کوسینوس آلفا به علاوه بتا و همچنین سینوس دو بتا و کوسینوس دو بتا رو حساب میکنم با توجه به اتحادهایی که بلدن و میبینم سینوس کوسینوساشون چه علامت هایی دارن، وابسته به اونها تشخیص میدن دیگه. اگه سینوس کوسینوس مثبت باشه در حقیقت جفتش توی نشون دهنده اینه که جفتش توی چیه؟ ربع اوله. اگه مثلا سینوس مثبت باشه کوسینوس منفی باشه ربع دومه، جفتش منفی باشه ربع سومه. سینوس منفی باشه کوسینوس مثبت باشه ربع چهارمه. بنابراین از اینها استفاده میکنم و
این دو بتا و آلفا و علاوه بتا رو حساب میکنم که توی کدوم ربع ها هستن. خب میرم شروع میکنم کوسینوس آلفا و علاوه بتا که این رابطه رو داره، کوسینوس آلفا رو دارم، کوسینوس بتا رو دارم، سینوس آلفا سینوس بتا رو که به دست آوردم، به دست میاد این عبارت. اوکی، حالا سینوسش چطور؟ این ناکنید منفی شد، کوسینوس منفیه. بعد از طرفی سینوس آلفا به علاوه بتا رو از این رابطه حساب کنم، میبینم میشه این مقدار جفتش منفی شده، بنابراین توی ربع سوم قرار داره. این از آلفا به علاوه بتا. حالا میرم سراغ دو بتا. میدونم که کوسینوس دو بتا هم از این رابطه تبعیت میکنه، کوسینوس بتا رو که دارم جایگذاری میکنم، به دست میاد این عبارت مثبته. حالا سینوس دو بتا هم میدونم از این رابطه تبعیت میکنه، منفی شده، کوسینوس مثبت، سینوس منفی شده، بنابراین توی ربع چهارم قرار داره و در نهایت گزینه 4 به دست میاد، سوم و چهارم. حواستون به ترتیبا هم باشه، به ترتیب، یه وقت چهارم سوم ننویسی. حالا تو گزینا نیستش ولی خب به هر حال اگه بودش گولشو نخوری. حواست همیشه به ترتیب ها باشه. اینم از این تست. بریم تست بعدی. خب تست 12 معادله مثلثاتی فلان رو داره، چند تا جواب در بازی فلان داره. این سوال سخته چون خیلی باید حواستو جمع کنی. از چه نظر؟ حالا فرمول چیز خاصی هم باید بلد باشم؟ نه، فقط باید حواسم باشه که ایکس ها مخالف چه مقداریه. اول از همه بچه‌ها دقت کنید، ما تانژانت داریم و کوتانژانت داریم. چون کوتانژانت داریم ایکس هم مخالف کاپیه. بعد این کوتانژانت ایکس داریم، ما حواستون باشه ضریبی نداره. کوتانژانت ایکس داریم، ایکس هم مخالف کاپیه. بعد از طرفی تانژانت ایکس داریم، ایکس من مخالف کاپی به علاوه پی دومه. بعد از طرفی تانژانت 4 ایکس هم داریم، بنابراین 4 ایکس من مخالف کاپی به علاوه پی دومه، بنابراین ایکس من مخالف کاپی چهارم به علاوه پی هشتم میشه. خب این تا اینجای کار محدودیت های تانژانت و کوتانژانت های ما. بعد از طرفی مخرج منم نباید صفر باشه، یک به علاوه رادیکال 3 کوتانژانت ایکس مخالف صفره، بنابراین ببرم اون طرف میشه کوتانژانت ایکس مخالف رادیکال 3 سوم، بنابراین ایکس مخالف کاپی منهای پی سومه. این شد محدودیت های من. حالا از طرفی من بیام این معادله رو حل کنم، من میتونم کوتانژانت رو چی بنویسم یک بر روی تانژانت، بنابراین میشه یک به علاوه رادیکال 3 بر روی تانژانت. یه مخرج مشترک بگیرم به این عبارت میرسم، تانژانت ایکس علاوه رادیکال 3 بر روی تانژانت ایکس. چقدر جالب. خب این صورت‌ها با هم دیگه ساده میشه، در نهایت از این عبارت سمت چپ میمونه چی؟ این دو در نزدیک در نزدیک میشه تانژانت. به این عبارت میرسم که تانژانت ایکس مساوی تانژانت 4 ایکس. این معادله رو حل میکنم، میگم 4 ایکس مساوی کاپی به علاوه ایکس، بنابراین ایکس رو میبرم اون طرف، 3 ایکس مساوی کاپی میشه، ایکس مساوی کاپی سوم میشه. بنابراین من دنبال کاهایی باید باشم که توی این بازه منفی 2p تا 2p x هم نگه داره و از طرفی هم این محدودیت ها رو ازش بتونه رد بشه. خب میگم که کای من چی میتونه باشه؟ حد اکثر، در حقیقت حداقل مقداری که x من میتونه داشته باشه منفی 2p، بنابراین کای من میشه منفی 6. حد اکثر مقدارم که میتونه x من داشته باشه 2p، بنابراین کای من میشه 6. دقت کنید 6 پی سوم میشه 2p، منفی 6 پی سوم میشه منفی 2p. خب حالا کدومای اینا قبوله؟ من اگه بیام این محدودیت های x مخالف کاپی و x مخالف کاپی علاوه پی دوم و این x مخالف کاپی چهارم علاوه پی هشتم و این x مخالف کاپی منهای پی سوم رو اجرا کنم، هر چهار تا شرط رو بذارم، در نهایت کای من اینها رو میتونه داشته باشه، منفی 5 منفی 2 1 و 4. بنابراین 4 تا جواب هستن توی این بازه که این شرط ها روشون اثر کرده و توی معادله من جواب میده گزینه 1. تمام. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی سطح چجوریه؟ سخته. اما چرا؟ فرمول خاصی نیاز داره؟ نه، بلکه خیلی حد رو باید خوب بلد باشی، عین کف دستت. حالا چجوری؟ اول اصلا ببینید دو تا تابع داریم، f(x) و g(x), یکی رادیکالی یکی هم براکتی. بعد از طرفی هم از ما حد این تابع رو میخواد با این مقدار برابر باشه. حالا میگه چند تا مقدار آ وجود داره که این قضیه برقرار باشه. بعد حالا از طرفی هم x به آ بیشتر میل میکنه. حالا بچه‌ها وقتی x به سمت آ مثبت یا بیشتر میل میکنه یعنی که x بزرگتر از آ. خب x بزرگتر از آ باشه ما توی منفی ضربش میکنیم، منفی x کوچیکتر از منفی آ میشه، به طرف این یک اضافه میکنیم، یک منهای x کوچیکتر از یک منهای آ میشه. خب همینا که گفتی واسه چی بود؟ واسه اینکه توی این تابع براکتی رو بسازیم. به چه خاطر؟ به این خاطر که وقتی که حد gx وقتی که x به سمت آ بیشتر میل میکنه، چون یک منهای x از یک منهای آ کوچیکتره، این براکت یه دونه از اون عدد صحیحی که باید بسازه کمتر میشه، یعنی منهای یک میشه. حالا یک منهای آ منهای یک میشه چی؟ میشه منفی آ. خب بنابراین من الان جی رو پیدا کردم. حالا اف جی ایکس، یعنی این خروجی جی ایکس وقتی این حد ساخته میشه میره میپره توی اف. بنابراین لیمیت x میل میکند به آی بیشتر f g x میشه در حقیقت همون لیمیت x میل میکند به آی بیشتر f که چی میشه؟ این لیمیت وقتی روی g اثر کنه میشه منفی آ، انگار منفی آ رو گذاشتم توی f. خب حالا این منفی آ رو بذارم اینجا میشه یک منهای رادیکال منهای آ. حالا این یک منهای رادیکال منفی آ باید با یک به علاوه آ برابر باشه، از ما میخواد این رابطه برقرار باشه. خب حالا این رابطه کیا برقراره؟ که آ
مساوی منفی رادیکال منفی آ باشه یا منفی آ مساوی رادیکال منفی آ باشه و حالا ما طرفین رو به توان 2 میرسونیم. با این در نظر گرفتن که منفی آ بزرگتر مساوی صفر باشه. چرا؟ چون زیر رادیکال باید بزرگتر مساوی صفر باشه. حالا بنابراین آ2 در حقیقت آ به توان 2 به علاوه آ باید مساوی صفر باشه واسه اینکه این معادله رو حلش کنیم و آ به ما دو تا ریشه میده، یکی صفر یکی منفی یک. خب آیا جفتشون این قضیه رو برقرار میکنن؟ آ مساوی صفر باشه، خب بزرگتر مساوی صفر که هستش. حالا منفی آ میشه منفی یک که میشه یک بزرگتر مساوی صفر. بنابراین این قضیه هم برقراره. چند تا مقدار صحیح شد؟ دو تا مقدار صحیح. گزینه دو تمام. یه ذره میگم حواس جمعی میخواست و اینکه حد رو خوب بلد باشی و با براکت هم زیاد سر و کله زده باشی. بریم تست بعدی. خب تست 14 میگه حاصل این حد کدومه؟ سوال سخته. چرا؟ چون که قطعا طراح یه سوالی نمیاد بده که حدش خیلی راحت به دست بیاد. الان این منفی 1 رو بذار توی این صورت صفر میشه، مخرج صفر میشه. ای داده بیداد. خب چیکار کنیم؟ هوپیتال بزنیم. هوپیتال هم جواب نمیده. بنابراین باید بریم سراغ هم‌ارزی. اول از همه میایم چیکار می‌کنیم؟ یه تغییر متغیر میزنیم. به جای اینکه x رو به منفی 1 میل بدیم به صفر میلش میدیم. یعنی میگیم که x میشه t منهای 1. وقتی که x به سمت منفی 1 بره t به سمت صفر میره. بعد حالا میایم جایگذاری کنیم. صورت چی میشه؟ صورت میشه کوسینوس 2p در t منهای 1 منهای 1. خب میشه کوسینوس 2p من در حقیقت 2p t منهای 2p. کوسینوس 2p t منهای 2p با همون کوسینوس 2p t یکیه. بعد بنابراین میشه کوسینوس 2p t منهای 1. از این یه منفی فاکتور میگیریم، میشه منفی پرانتز 1 منهای کوسینوس 2p t. خب من چرا فاکتور گرفتم؟ چون که کوسینوس در حقیقت 1 منهای کوسینوس u میشه u به توان 2 دوم. همین داستان. حالا این به توان u به توان 2 دوم میشه 4p به توان 2 t به توان 2 تقسیم بر 2 که میشه 2p به توان 2 t به توان 2. یه منفی هم اینجا بود، اینم از این منفیه. خب این هم‌ارزی صورتم. حالا هم‌ارزی مخرج چی؟ مخرج من هستش بعد از اینکه تغییر متغیر رو دادم و این t رو گذاشتم جای x ها، یعنی در حقیقت میشه t میشه چی؟ x به علاوه 1. این جایگذاری ها رو کردم و بنابراین بعدش میام تی ها رو میذارم، این حرفا رو میذارم. بعد حالا این رادیکال تی یک منهای تی رو هم ارزی میکنم. رادیکال یک منهای تی هم ارزیش چی میشه؟ میشه یک منهای یک دوم تی منهای یک هشتم تی به توان 2. خب حالا بعدش میام ساده سازی میکنم، در نهایت اینا رو جمع و تفریق کنم با هم دیگه به من میده منفی یک چهارم تی به توان 2. خب اینو که به من دادش دیگه میام هم ارزی رو روی حدم اجرا میکنم. میگم که حد x میل میکنه به منفی 1 این عبارت بر روی این عبارت میشه حد تی میل میکند به صفر. تغییر متغیر دادم این عبارت برای این عبارت. خب تی به توان 2 با تی به توان 2 بای بای میکنه، منفی با منفی بای بای میکنه، میمونه چی؟ پی به توان 2 توی صورت و ضریب 2 بر روی 1 چهارم. 2 بر روی 1 چهارم میشه 8 پی به توان 2 و جواب به دست اومد گزینه 4. عجب سوال خفنی بود. عجب هم‌ارزیای سختی داشت. بریم تست بعدی. تست 15 برای تابع فلان اگر لیمیت f(x) وقتی x میل می‌کند به 1 دوم موجود و مخالف صفر باشد مقدار فلان عبارت کدومه؟ اوه عجب سوالی. نه خیلی هم سوالش راحته. چرا؟ چون که شما میگی که وقتی x به سمت یه دوم بره این عبارت باید حدش موجود و مخالف صفر باشه. خب وقتی موجود و مخالف صفره ببینید بچه‌ها صورت چی میشه؟ میشه صفر. یک منهای 2 ضرب در یه دوم میشه صفر. بنابراین مخرج منم باید یه صفری بسازه که بعد از اینکه مثلا هوپیتال زدم، بعد از اینکه مثلا ساده سازی کردم از صورت و مخرج به یه عددی میل کنه، به یه عدد چی؟ موجود و مخالف صفر. بنابراین من میگم که مخرج منم باید یه صفری این وسط بسازه. این عبارت یه دوم رو توش بذارم میشه 3 دوم به علاوه یه دوم به علاوه آ مساوی صفر. آ از اینجا به دست میاد منفی 2. حالا میرم ببینم اف من چیه. اف من اگه مخرجمو به صورت ضرب این دو تا عبارت بنویسم، یک منهای 2x بر روی 2x منهای 1 در 3x بر روی 2. خب از اینم یه منفی میتونم فاکتور بگیرم، میشه 2x منهای 1. 2x منهای 1 صورت با مخرج میپره، در نهایت f(x) هم میشه منفی 1 بر روی 3x بر روی 2. حالا این f(x) رو میذارم اینجا، آرم که به دست آوردم منفی 2 میذارمش اینجا، این حد دومی رو حساب میکنم. بنابراین ال من یعنی همین لیمیت من، حاصل لیمیت من میشه لیمیت این عبارت ضرب در این عبارت که f من باشه. اینم آی منه که جایگذاریش کردم، منفی آ میشه منفی 2 که میشه به علاوه 2 و در نهایت این منفی 2 سوم بزنم دیگه سختی ندارم، همینجوری جواب به دست میاد منفی 3 چهارم گزینه 3. بای بای. سوال بعدی میگه اگه f(x) فلان باشه یه تابع چند جمله‌ای از درجه صفر هم باشه حاصل این عبارت رو به دست بیار. اوه اینم سوال سختیه؟ نه سوال متوسطیه، یه ذره فقط وقت گیره. اول از همه چیکار می‌کنی؟ اول از همه میای این ضرب رو انجام میدی، x به توان 2 رو فاکتور میگیری، مثلا عدد ثابت رو جدا می‌کنی، این عبارت به دست میاد. f(x) بعد از اینکه این ساده سازی رو انجام بدی میشه منفی پرانتز a به علاوه b در x به توان 2 به علاوه a. از طرفی میگه این چند جمله‌ای از درجه صفره. یعنی چی؟ یعنی فقط عدد ثابت باید اینجا داشته باشی. برای اینکه عدد ثابت داشته باشی باید این ضریب x2 مساوی 0 شه. بنابراین a در حقیقت مساوی منفی b هستش.
بی یا مساوی منفی آی فرق نداره و از طرفی هم آ هم مخالف صفره. چرا مخالف صفره؟ چون که عدد ثابت باید مخالف صفر باشه. ما اف ایکس مساوی صفر نمیخوایم. وقتی تابع ثابت داریم باید اون عدد ثابت ما هم مخالف صفر باشه. بنابراین بی مساوی منفی آی، آ هم مخالف صفره. خب این به چه دردی میخوره؟ میرم سراغ این عبارت. از طرفی وقتی که این اف ایکس x به سمت آی منفی میل کنه چی میشه؟ خب ببینید بچه‌ها گفتیم آ مساوی منفی بی دیگه یا بی مساوی منفی آی دیگه. این عبارت بای بای میکنه. f(x) همیشه آی، f(x) عدد ثابته. بنابراین چه هر جایی میل کنه، چه به آ منفی میل کنه، چه به آی بیشتر میل کنه، چه به آی کمتر میل کنه، چه به بی میل کنه، چه به هر جایی میل کنه، همین آ میمونه، همون عدد ثابت میمونه. من جای این f(x) میذارم آ. بعد از طرف دیگه چی؟ جای این مثبت بی من میذارم منفی آ جایگذاری میکنم. بنابراین در نهایت عبارت حدی من میشه لیمیت x میل میکنه به آی کمتره آx بر روی x منهای آ. خب x من چیه؟ آی کمتره. بنابراین میشه آ در آی کمتر میشه آی توان دوی مثلا. بعد مخرج چیه؟ آ کمتره یا آی منفی منهای آ. منظورم آی منفی همون آی کمتره. آی کمتر منهای آ به من چی میده؟ میشه صفر کمتر. بنابراین میشه یه عبارت مثبتی، آ مخالف صفر دیگه، میشه یه عبارت مثبتی به توان دو، یعنی همون آ به توان دو بر روی صفر کمتر که میشه منفی بی نهایت. به همین راحتی گزینه یک میشه. اینم از تست شماره 16. بریم تست شماره 17. تست سختیه. چرا؟ چون از همون مجانب میخواد. میگه اگه حد چپ تابع اف با ضابطی فلان که قدر مطلق هم داره و قراره پوست ما رو بکنه در x مساوی آ برابر منفی بی نهایت باشه، تابع اف چند تا مجانب قائم دارد. یعنی میگه که ما بگردیم ببینیم چند تا مجانب داره. اول از همه نقاط مشکوک رو بررسی می‌کنیم. نقاط مشکوک ما چیه؟ یه دونش در نزدیکی صفره. حالت اول در نزدیکی صفر. خب من میام به سمت صفر میلش میدم. از سمت چند؟ از سمت چپ. از سمت راست نه، از کدوم سمت؟ از سمت چپ. چرا؟ چون میگه که اگر حد چپ، یعنی من میخوام بگردم ببینم آیا این آی من صفر هستش که حد چپش بشه منفی بی نهایت یا نه. اگه این باشه که کار جمعه، اگه نباشه که خب چی دیگه و برم جلوتر. خب میام میبینم که وقتی به سمت صفر کمتر میل کنه این تابع من بعد از طرفی یعنی ایکس های من منفیه، این جای قدر ایکس میشه منفی ایکس، جای این قدر ایکس هم میشه منفی ایکس. بنابراین میشه این عبارت. حالا ایکس ها به سمت صفر میبینم، البته بگم یه دونه ایکس از همه این عبارت ها با هم دیگه ساده میکنم. بعد ایکس هم به سمت صفر کمتر میدادم میشه یک بر روی بی. خب آیا یک بر روی بی به نظر شما برابر منفی بی نهایت میتونه باشه؟ خب اگه بی یه عدد ثابت باشه نمیتونه که. یک بر روی صفر خود صفرم که بی معنیه. یعنی من نمیتونم اینو مثلا یک بر روی صفر کمتر کنم چون که بی یه عدد صحیح مشخصه، یه عدد صحیح معینه. صفر کمتر که احتمالا نیستش که این منفی بی نهایتش کنه. بنابراین این برای من موجانب بساز نیه. میرم سراغ حالت دوم. حالت دوم دنبال ریشه های مخرج میکردم. بعد حالا باید دو حالتش کنم. چرا؟ چون قدر ایکس دارم. یه سری باید بگردم ببینم که ریشه های مخرج مثلا وقتی ایکس کوچیک‌تر از صفر باشه برای من موجانب میسازه یا نه، که مثلا این قدر ایکس بشه منفی ایکس. یا یه سری هم بگردم ببینم اگه ایکس من مثبت باشه و این قدر ایکس من بشه ایکس در حقیقت خالی و بشه ایکس2 علاوه بی ایکس توی مخرج برای من موجانب میسازه یا نه. خب بریم ببینیم. اگه x کوچیک‌تر از صفر باشه f x هم به این فرم در میاد. قدر x ها میشه منفی x. حالا اگه لیمیت به سمت منفی b شو بسازم، منفی b کمتر. چرا؟ از حد چپ دارم میل میدم. از حد چپ. حالا از طرفی چرا منفی b؟ چون که ببینید از اینا x رو ساده کنید x منهای b میمونه، در حقیقت میشه b منفی b کمتر منهای b. بعد حالا منفی b هم به توان دو میرسه که میشه مثبت، میشه یه b در حقیقت چی؟ b به توان دو در حقیقت کمتر. میشه بی به توان دو کمتر منهای بی به توان دو. یه همچین حالتی. خودتون برید دقیق ترش رو چک کنید. البته میگم این ایکس رو اول با هم دیگه ساده کنید کارتون راحت تر میشه. بعد حالا از این طرف لیمیت x میل کند به منفی b کمتر f x رو حساب کنم، به من چی میده؟ میده x منهای 1 بر روی x منهای b وقتی x میل کند به منفی b کمتر. بعد حالا از طرفی این x منهای 1 من گفتم که منفی b من بعد چی باشه؟ بعد چی باشه؟ باید یه عدد منفی باشه. چون که چی؟ دنبال ایکس های منفی هم. یه عدد منفی منهای یک چی میشه؟ میشه یه عدد منفی بازم. یعنی از یه عدد منفی یه دونم کم کن باز عدد منفیه. حالا فرض کنید سی عدد مثبتی باشه، یه منفی سی میشه، یه منفی میشه، یه عدد منفی میشه. بعد حالا توی مخرج منفی بی کمتر رو دارم، منهای بی چی میشه؟ منفی بی کمتر منهای بی در حقیقت اینجا مثبت شده ها. ببینید اینجا توان دو بودش، منفی بی شد مثبت. مثبت بی کمتر منهای بی چی میشه؟ میشه یه صفر کمتری، صفر کمتر. بنابراین میشه یه عدد منفی بر روی صفر کمتر میشه مثبت بی‌نهایت. ای بابا برای من منفی بی‌نهایت رو نساخت. من دنبال این x مساوی آی ام که برای من منفی بی‌نهایت رو بسازه. بنابراین توی نزدیکی صفر برای من اون منفی بی‌نهایت که نساخت، موجانب نشد. اینجا حالا موجانبی رو داره اما مثبت بی‌نهایت میسازه. برم حالا بگردم شاید توی اون x مثبت تونستم این موجانبی منفی بی‌نهایت رو بسازم. خب ادامه سوال.
حالت دوم ریشه مخرج ایکس مثبت. این سری به جای قدر مطلقا خود ایکس رو میذارم چون که ایکس من مثبته. بعد حالا لیمیت اف ایکس وقتی ایکس میکند به منفی بی کمتر رو حساب کنم، چون که این سری ایکس ها مثبته، ایکس ها رو با هم دیگه ساده کنم این عبارت میشه منفی بی کمتر رو بسازم، این سری میشه مثبت سی. مثبت سی یه منفی بی الان یه عدد مثبتیه، یه عدد مثبتی به علاوه یک شده، یه عدد مثبت تری ساخته، بعد این عدد مثبت بر روی یه صفر کمتری شده، این شده منفی بی نهایت. یعنی چی؟ یعنی این سری دیگه آ مساوی منفی بیه و یه عدد مثبتیه، توی ایکس های مثبت دنبالش گشتم پیداش کردم منفی بی نهایت رو، توی آسمون رو دنبال میگشتم زمین پیدا کردم، بنابراین آ میشه منفی بی که بزرگتر از صفر هم هستش. حالا بگردم ببینم تابع اف من چند تا مجانبه قائم داره. خب ببینید بچه‌ها، ایکس بی و ایکس مساوی منفی بی مخرج رو صفر میکنه اما صورت غیر صفره و مجانب دیگه. توی قبلی حالا درسته منفی بی‌نهایت نمیساخت اما مثبت بی‌نهایت که میساختش دیگه، اینم منفی بی‌نهایت رو میسازه، بنابراین دو تا مجانب برام ساخته. اما ایکس مساوی صفر مجانب نیست و صرفا توی دامنه نیستش، یعنی دیدید شد یک بر روی بی. حالا بی عدد ثابت مثبتی باشه در حقیقت نگاه کنید اینجا منفی بی بزرگتر از صفر شده، بنابراین بی عدد منفی میشه یک بر روی عدد منفی معینی که اونم مخالف در حقیقت صفره. مخرج من مخالف صفره، بنابراین برای من مجانب بساز نیست. بنابراین چون توی ایکس مساوی صفر مجانب ندارم و صرفا این ایکس مساوی صفر توی دامنه من نیستش، بنابراین من کلا دو تا مجانب دارم، یکی توی ایکس مساوی بی، یکی هم ایکس مساوی منفی بی. تابع اف چند تا مجانب داره؟ گزینه دو تا مجانب. تمام. خب سوال 18 سوال متوسطیه، میگه نمودار تابع ایگرگ مساوی جی ایکس اینه، بعد از طرفی هم برای تابع اف با ضابطه فلان این حد شده منفی بی نهایت. اگر بازه بی سی حدود تغییرات آ باشه بی علاوه سی کدومه؟ یعنی میگه بگردیم بی و سی رو پیدا کنیم بعد بی علاوه سی رو در نهایت به دست بیاریم. عجب طراح بیکاری. بگذاریم. خب میگیم که لیمیت این اف ایکس منهای اف آ بر روی ایکس منهای آ من میخوام با جی جایگذاریش کنم، در حقیقت جایگزینش کنم. اف ایکس برای ایکس های مخالف آ چیه؟ همون جی ایکس. برای ایکس مخالف آ همون جی ایکس. بعد این ایکس آی منهای توی مخرجم که سر جاش میمونه، برای خود اف آ میشه جی صفر. اوکی قبوله. حالا از طرفی این عبارت شده منفی بی‌نهایت، بنابراین من برم جلوتر این ایکس منهای آ رم جایگذاری کنم، میشه آ مثبت یا آ بیشتر منهای آ. آ بیشتر منهای آ هم بنابراین میشه صفر مثبت، میشه جی ایکس منهای جی صفر بر روی صفر مثبتی، این شده منفی بی‌نهایت. خب برای اینکه یه عبارتی بر روی صفر مثبت بشه منفی بی‌نهایت باید چی باشه؟ صورت من باید منفی باشه، یعنی جی ایکس منهای جی صفر من وقتی که ایکس به سمت آ میره باید کوچیک‌تر از صفر باشه، یعنی جی آ منهای جی صفر باید کوچیک‌تر از صفر باشه، برای این جی آ کوچیک‌تر از جی صفره. خب این از این. بعد بنابراین من میگم که این تابع من رو نگاه کنید دو تا ریشه داره، یکی یک یکی دو. من میتونم تابع سهمیمو یا در حقیقت معادله سهمیمو به صورت کا در ایکس منهای آلفا در ایکس منهای بتا بنویسم. اینو از دیگه دهم بلدم. بنابراین جی ایکس رو میتونم بنویسم کا در ایکس منهای دو در ایکس منهای یک و دو ریشه های منه. بعد از طرفی بیام این معادله رو توش بذارم، کا در آی منهای یک در آی منهای دو کوچیک‌تر از دو کا. جی صفر همون چیه؟ من اینجا صفر رو جایگذاری کردم، میشه صفر منهای دو در صفر منهای یک در کا که میشه دو کا. و اینجا هم که آ رو گذاشتم برای جی آ. حالا این معادله باید چیکارش کنم؟ کاش رو ساده کنم بگردم دنبال آ. آ در آ منهای 3 کوچیک‌تر از صفره. حالا بیام تعیین علامت کنم، در نهایت آ چه بازی میده؟ آ بازش بین 0 تا 3. بنابراین بی و سی رو پیدا کردم. بی صفر، سی هم 3. بی علاوه سی چی میشه؟ میشه 0 علاوه 3 میشه 3. به همین راحتی گزینه 3. دیدین تست خیلی راحتی بود، فقط یه ذره وقتگیر بود. بریم سراغ تست شماره 19. تست خیلی ساده ایه. از چه نظر؟ فقط باید مشتق گرفتن بلد باشی. خب بچه‌ها این عبارت ایگرگ ما، من ایگرگ میتونم چجوری بنویسم؟ همون x به توان منفی سم منفی یک سوم میتونم بنویسم. حالا یه دور ازش مشتق میگیرم. چرا؟ چون خط مماس زاویه‌اش اینقدره. زاویه‌اش اینقدر باشه، اون وقت شیب خط مماس چقدر میشه؟ میشه تانژانت این زاویه. خب بچه‌ها ایگرگ پری میشه x به توان منفی یک سوم مشتقش حساب کنید میشه این عبارت. حالا من میام توی این نقطه منفی یک جایگذاری میکنم، میبینم شیبش چقدر میشه منفی یک سوم که همون ام منه، همون شیب منه، همون تانژانت آلفا منه. حالا تانژانت آلفا من کجا منفی یک سومه؟ خب ببینید بچا خط مماس توی ربع دومه. چرا؟ چون با جهت مثبت محور ایکس ها این منفی یک سومو ساخته، این زاویه آلفا رو ساخته، این تانژانت آلفا مساوی منفی یک سومو ساخته. اگه مثلا میگفتش با جهت منفی محور ایکس ها اون وقت داستان فرق داشتش، اما الان میگه با جهت مثبت محور ایکس ها، یعنی از زاویه 0 تا 180 یا از 0 تا 2 پی میتونه تغییر کنه. حالا از 0 تا 2 پی کجا تانژانت من منفیه؟ توی ربع دوم دایره مثلثاتی. بنابراین خط مماس من توی ربع دومه. حالا میام یه سینوس کوسینوس فرضی برای خودم رسم کنم، میگم که تانژانت آلفا میشه سینوس برای کوسینوس یا مقابل به مجاور. میگم مقابل من یکه، این فرض کنید زاویه آلفا، مجاور منم 3
خب اون وقت این وتر من چی میشه؟ از لای قائم من اینه، وتر من میشه رادیکال 3 به توان 2 علاوه 1 به توان 2 میشه رادیکال 9 به علاوه 1 میشه رادیکال 10. الان من چی رو به دست آوردم؟ این وتر رو به دست آوردم. میام سینوس کوسینوس هم حساب میکنم. میگم سینوس من 1 بر روی رادیکال 10، کوسینوس منم منفی 3 بر روی رادیکال 10. توی ربع دوم دایره مثلثاتی سینوس مثبت، کوسینوس منفیه. بنابراین دیگه چی رو حساب میکنم؟ این عبارت عام رو حساب میکنم. 3 تا سینوس آلفا علاوه 4 تا کوسینوس آلفا که میشه منفی 9 بر روی رادیکال 10 وقتی حساب کتاب کنم. بعد حالا صورت و مخرج رو توی رادیکال 10 ضرب کنم، به من منفی 9 دهم ضرب در رادیکال 10 رو میده. گزینه 3 تمام. تست 20. خب سوال چجوریه؟ سوال خیلی ساده است. شاید قیافش عجیب غریب به نظر بیاد، اما توی یه دقیقه، زیر یه دقیقه، توی 30 ثانیه حلش کنیم. تابع f با ضابطه فلان. خب این بچه‌ها برای x مساوی یکم این بالایی ست میکنه، برای x کوچیک‌تر از یک این داده شده. کدوم در مورد در خصوص مشتق یک طرفه f در x مساوی یک درسته؟ 4 تا گزینه داده، دو تاش برای در حقیقت مشتق از حد بیشترشه، یه دونه از حد میل میکنه به سمت کمترشه. خب حالا اول از همه میایم مقدار تابع رو حساب میکنیم، میگیم f بیشتر یک یعنی از سمت بیشتر از یک بیشتر میل کنیم میشه 4. تو این فقط یک رو جایگذاری کنیم. f کمترش میشه 2. اوکی قبوله. حالا اینو واسه چی میخوایم؟ واسه مشتقش میخوایم. میگیم که f پریم بیشتر یک یعنی از سمت بیشتر یک میل کنیم، یک بیشتر میل کنیم میشه f x منهای f یک بر روی x منهای یک. خب f x چقدره؟ fx همین 3x منهای 3x به علاوه 1 در حقیقت. منهای f1 چقدره؟ f وقتی از بیشتر میل کنی همون بود 4، یا اصلا این نقطه x مساوی 1 برای معادل بالایی ست میکنه بر روی x منهای 1. بعد حالا fx رو بذاری این از این کم کنی، بعد حالا مشتق بگیری با مخرج ساده بشه، در نهایت 3 رو بهت میده. اصلا همون دستی هم میآمدی اول از این عبارت 3x علاوه 1 مشتق میگرفتی میشد 3، همین عبارت رو بهت میداد. بنابراین گزینه 3 و 4 پرت میشه. میریم سراغ مشتق از طرف کمتر. لیمیت x میگه به یکی کمتره x منهای 3. چرا؟ چون این سری fx مون این پایینی است بر روی x منهای 1. خب حالا الان یکی کمتر رو بذار اینجا، یکی کمتر به توان 3. حالا بگو اصلا همون یک به توان 3 میشه یک منهای 3 میشه منفی 2. اما برای مخرج میشه یک کمتر منهای یک کمتر منهای 1 میشه صفر کمتر، میشه یه عدد منفی بر روی صفر کمتر. منفی با منفی میشه مثبت، میشه مثبت بی‌نهایت. حالا کدوم گزینه به نظر شما درسته؟ این گزینه 2. به همین راحتی تست 20 هم زدیم رفت. بریم سراغ 21. میگه نمودار تابع f با ضابطه فلان در زیر رسم شده. عرض نقطه ماکسیموم نسبی تابع f کدومه؟ عرض نقطه ماکسیموم نسبی تابع f چیه؟ ببینید بچه‌ها ماکسیموم نسبی تابع f یعنی این نقطه. ماکسیموم نسبی دیگه نسبت به اطراف خودش ماکسیمومه. حالا عرض نقطه ماکسیموم یعنی چی؟ یعنی همین ایگرای این نقطه منفی یک. خب حالا من از این معادله باید چی رو پیدا کنم؟ a b و c. a b رو که پیدا کردم این منفی یک رو توش بذارم، f منفی یک رو به دست بیارم. حالا از طرفی من چه چیزایی میدونم؟ این سوال اول بگیم متوسطه. چه چیزایی میدونم؟ که f پریم منفی یک و f پریم صفر مساوی صفره. چرا؟ چون خط مماس افقی رسم کرده، یعنی شیب خط مماس در این نقطه منفی یک و صفر صفره. بنابراین f پریم منفی یک صفره، f پریم صفر هم صفره. حالا میام از اینا استفاده میکنم توی این دوتا مدل میذارم. از طرف یه نقطه دیگه هم دارم. نقطه دیگه من چیه؟ f1 منم صفره. حالا میام اینا رو به ترتیب جایگذاری میکنم. اگه f پریم منفی یک رو جایگذاری کنم توی این مدل، ازش یه بار مشتق میگیرم اول، بعد جایگذاری کنم و من c مساوی صفر میده. بعد از طرفی البته بگم این f پریم صفر رو جایگذاری کنم، c منو صفر میکنه. یا وقتش برعکس اگه این رابطه رو به من داده c مساوی صفره. بعد حالا اگه ازش مشتق بگیرم و منفی یک رو جایگذاری کنم مساوی صفر قرار بدم، این رابطه رو به من میده که b مساوی 3 آ دومه. حالا میام چیکار میکنم؟ همین مدل رو یه دور دیگه مینویسم. الان a که سر جاشه، b مو مینویسم 3 آ دوم، c منم که صفر شده، f x من به این فرم در میاد تک مجهولی a. حالا میام چیکار کنم؟ f1 رو جایگذاری میکنم توی اینجا، f1 مساوی صفر، جای اینا یک میذارم، جای x یک میذارم، به من a مو میده. a من به دست میاد 2. بعد حالا b من 3 آ دوم جایگذاری میکنم، یه من میشه 3، c منم که 0 بود. معادله من در حالت کلی میشه fx مساوی 2x به توان 3 به علاوه 3x به توان 2 منهای 5. خب میشد fx من به دست اومد. حالا فقط باید چیکار کنم؟ عرض نقطه ماکسیموم نسبی به دست بیارم. f منفی 1 رو میخوام. f منفی 1 میشه 2 ضرب در منفی 1 به علاوه 3 منهای 5 که میشه منفی 4. به همین راحتی گزینه 1 به دست اومد. میگم سوال فقط یه ذره وقتی بود، یه ذره حواس جمعی میخواست، وگرنه سوال خیلی راحتی بود. و بریم تست آخر یا تست بسیار دردناک. میگه در نقطه آ از نمودار سهمی ایگرگ مساوی فلان واقع در ناحیه اول مماسی رسم کنیم که مماس رسم شده همراه با محورهای مختصات مثلثی با مساحت مینیمم میسازد. عرض نقطه آ کدام است؟ عرض نقطه آ یعنی چی از من میخواد؟ اون ارتفاع رو از من میخواد، یعنی ارتفاع نقطه آ رو نسبت به محور x رو از من میخواد. و اول از همه این میدونم معادله منه. فرض کنم این نقطه t این نقطه‌ایه که من این خط مماس رو رسمش کردم. حالا اول از همه بگم این معادله رو ما نیاز داریم. این جزء در حقیقت جملات کلیدیه که چجوری ما معادله خط مماس رو می‌نویسیم. میشه ایگرگ منهای
ارتفاع اون خط مماس مساوی است با مشتق اون خط مماس، یعنی در حقیقت اون شیب خط مماس در x منهای اون نقطه خط مماس. خب حالا من میگم که ایرگ من 2 منهای x2 فرض کنیم اون نقطه t باشه. حالا ارتفاع اون نقطه چی میشه 2 منهای t به توان 2. حالا از این من یه مشتقم بگیرم میشه منفی 2x که حالا اون t رو توش جایگذاری کنم y پریم t میشه منفی 2t. الان من y پریم t رو دارم، همون نقطه t رم که دارم، y t من چیه میشه 2 منهای t به توان 2 جایگذاری میکنم. این در نهایت میشه معادله این y مساوی منفی 2t x به علاوه t به توان 2 به علاوه 2 میشه معادله چیه من؟ معادله خط مماس من. بعد حالا از طرفی من به حل برخورد این با محور در حقیقت چی رو میخوام؟ ایگرگا رو میخوام که ببینم این داستان ایگرگ من، این محل مماس من چجوریه. بنابراین این اسمش رو میذارم b. b چیه؟ اون قاعده مثلث منه. میگم که y صفر من مساوی b. بعد حالا من این صفر رو توی این معادله بذارم جای x. بعد از طرفی t رو ببرم یه طرف، b رو مساوی بذارم، یعنی در حقیقت جای x صفر بذارم، این ایده منم مساوی b بذارم. b من به دست میاد t به توان 2 به علاوه 2 بر روی 2t. این b من این شد یکی از قاعده های مثلث من. دو تا قاعده میخوام تا که مسئله‌اش رو حساب کنم، یعنی در حقیقت یه قاعده میخوام یه ارتفاع میخوام، یکیش به دست اومده. بعد حالا s من مساوی 1/2 b هاشه. b من به دست اومده، هاش من چیه؟ هاش من همون ایده من توی اون نقطه تیه. بنابراین میام چیکار میکنم؟ این ایده تی من که بودش چی؟ 2 منهای t2. b مود چی؟ این بودش t2 به علاوه 2 بر روی 2t. این یه دوم که یه ضریبه، همه اینا رو توی همدیگه ضرب می‌کنم، ساده سازی می‌کنم، در نهایت به این عبارت t به توان 2 به علاوه 2 بر روی 4t به توان 2 میرسم. این شده مساحت این مثلث من بر حسب t که حالا من نمیدونم t چه نقطه‌ایه، اما میدونم این مساحت مینیممه. بنابراین مشتق این رابطه نسبت به t باید چی باشه؟ مساوی 0 باشه تا من مینیممش رو به دست بیارم. خب میام از این رابطه مشتق میگیرم. مشتقش یه صورتی داره، یه مخرجی داره، چون که عبارت کسری دیگه، مخرجش که مخالف صفره هیچ وقت صفر نمیشه. این صورتش میشه این بعد از اینکه فاکتور گیری کردم صورت این مساوی صفر باشه. بعد حالا t به توان 2 به علاوه 2 که نمیتونه در حقیقت صفر باشه، بنابراین این عبارت باید صفر باشه. این عبارت صفر باشه به من چی میده؟ t مساوی رادیکال 2/3 میشه. بنابراین من نقطه t مساوی رادیکال 2/3 به دست آوردم. b من میتونم از این به دست بیارم، y تی من میتونم از این به دست بیارم. از من چی میخواد؟ عرض نقطه رو میخواد. چون عرض نقطه رو میخواد y تی رو من باید حساب کنم، میشه y رادیکال 2/3. این رادیکال 2/3 میام توی این رابطه میذارم، میشه 2 منهای رادیکال 2/3 به توان 2 که در نهایت میشه 4/3. 4/3 به دست اومد، گزینه 3. تمام. اینم از کنکور 1405 حسابان. امیدوارم بچه‌ها ترکونده باشین و هر گزینه‌ای که تا الان گفتیم همونو زده باشین و همه‌شو از ابتدا تا انتها حل کرده بوده باشین. آرزوی بهترینا رو براتون دارم. دانشگاه تهران، به حال شریف، یا ان آکسفورد همدیگه رو می‌بینیم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.